تا حالا شده کسی به شما اتهام بزنه، انتقاد تندی از شما بکنه یا حتی در جمعی بخواد شما رو کوچیک کنه؟ واکنش غریزی بیشتر ما چیه؟ قطعاً دفاع کردن، توجیه کردن و تلاش برای اثبات بیگناهی خودمون. این یه واکنش طبیعیه. انگار که یک دکمه در وجودمون فشرده میشه و ما رو به سمت توضیح دادن سوق میده. اما در دنیای پیچیده قدرت، به خصوص از نگاه ماکیاولی، این واکنش طبیعی نه تنها کمکی به ما نمیکنه، بلکه یکی از بزرگترین و فاحشترین اشتباهاتیه که میتونیم مرتکب بشیم. چون وقتی شما شروع به دفاع از خودتون میکنید، در واقع دارید به متهم کننده یا منتقدتون این پیام رو میفرستید که حرف تو مهمه، نقد تو ارزش داره و من باید برای توجیه خودم تلاش کنم. و همین لحظه، دقیقاً همین نقطه، شما قدرت رو از دست داده و اون رو دو دستی تقدیم کسی میکنید که قصد داشت شما رو تضعیف کنه. ماکیاولی یک اصل کلیدی داره که کمتر کسی به عمق اون توجه میکنه. هرگز از خودت دفاع نکن. این جمله شاید در نگاه اول عجیب یا حتی غیر منطقی به نظر برسه، اما وقتی به مکانیزم‌های پنهان قدرت پی میبریم، متوجه میشیم که دفاع کردن نه تنها کمکی به ما نمیکنه، بلکه جایگاه ما رو سست‌تر میکنه. امروز در این ویدیو قصد دارم به طور عمیق به این موضوع بپردازم. به شما توضیح خواهم داد که چرا دفاع از خود یک حرکت خطرناک و یک نشانه ضعف تلقی میشه و مهمتر از همه با هم یاد میگیریم که چطور کل پویایی قدرت رو به نفع خودمون تغییر بدیم. این استراتژی ها به شما کمک میکنن تا نه تنها از آسیب های کلامی در امان بمانید، بلکه حتی در چشم دیگران قدرتمندتر و تاثیرگذارتر از قبل ظاهر بشید. پس با من همراه باشید تا پرده از رازهای این هنر تاریک اما کارآمد برداریم. چرا دفاع از خود ضعف به حساب میآید؟ همونطور که گفتم، دفاع کردن یک غریزه طبیعیه، اما از دیدگاه ماکیاولی این غریزه باید کنترل بشه. چون وقتی کسی شما رو متهم میکنه و شما با عجله شروع به دفاع از خودتون میکنید، دارید ناخواسته دو پیام بسیار مخرب رو به مخاطبتون و حتی به کل جمعی که شاهد این مکالمه هستن ارسال میکنید. پیام اول: اتهام تو ارزش جواب دادن داره. با دفاع کردن شما به طور ضمنی تایید میکنید که نقد یا اتهامی که به شما وارد شده از اهمیت و اعتبار کافی برخورداره که شما رو وادار به واکنش کنه. این کار به مهاجم این حس رو میده که تونسته روی شما تأثیر بذاره و حرفش به کرسی نشسته. شما با این کار بهش مجوز میدید تا بیشتر از شما سوال کنه، بیشتر شما رو زیر ذره بین ببره و حتی اتهامات بیشتری رو مطرح کنه. یعنی شما وارد زمین بازی اون شدید و اون داره قوانین بازی رو دیکته میکنه. پیام دوم: من حس میکنم باید خودم رو به تو ثابت کنم. این پیام از پیام اول هم خطرناکتره. وقتی شما برای دفاع از خودتون تلاش میکنید، دارید این حس رو منتقل میکنید که از جایگاهتون مطمئن نیستید یا اعتبار و صلاحیتتون رو زیر سوال میبینید. انگار که نیازی در درونتون وجود داره تا دیگران رو قانع کنید که شما اشتباه نکردید. این نشون دهنده یک نوع وابستگی به تایید بیرونیه که در دنیای قدرت یک نقطه ضعف بزرگ محسوب میشه. افراد قدرتمند نیازی به اثبات خود به دیگران ندارن. آنها به اعتبار درونی خودشون متکی هستند. تصور کنید در یک جلسه کاری مهم هستید و یکی از همکارانتون، شاید حتی با نیت تخریب، جلوی مدیران به شما میگه: فلانی، به نظر من تو باعث شدی پروژه 3 هفته عقب بیفته و کلی ضرر مالی به شرکت وارد بشه. اگه شما سریعاً و با هیجان جواب بدید: نه، من نبودم، اطلاعاتت اشتباهه، فلانی مقصر بود چون گزارش‌ها رو دیر داد، من داشتم روی فلان بخش کار می‌کردم که تکمیل شه و اصلاً تقصیر من نبود. در همین لحظه شما دقیقاً وارد تله شدید. شما وارد یک باتاقی شدید که هرچه بیشتر دست و پا بزنی، بیشتر فرو میری. حالا توپ کاملاً افتاده توی زمین شما. اون همکار میتونه سوال پشت سوال از شما بپرسه: کدوم بخش رو؟ گزارشت کو؟ پس چرا به موقع خبر ندادی؟ شما مجبورید مدام توضیح بدید، توجیه کنید و این شما رو در موضع ضعف و حالت تدافعی قرار میده. انرژی شما صرف دفاع میشه در حالی که همکارتون در موضع حمله و قدرت باقی میمونه. اما اگه در همین موقعیت شما استراتژی ماکیاولی رو در پیش بگیرید، اگه فقط یک مکث کوتاه و معنادار بکنید، یک نگاه آرام و خونسرد به اون همکار بندازید و بعد خیلی آرام و با اعتماد بپرسید: چه جالب، میتونید دقیقاً توضیح بدید چطور به این نتیجه رسیدید؟ یا حتی فقط سکوت کنید و اجازه بدید سنگینی اتهام روی مهاجم سنگینی کنه. بازی کاملا عوض میشه. حالا اون مجبوره که حرفش رو توضیح بده، سند بیاره و هرچه بیشتر توضیح بده، احتمال اشتباهش، ضعف منطقیش و حتی برملا شدن نیت تخریبیش بیشتر میشه. شما با یک حرکت جایگاه قدرت رو تغییر دادید. به جای اینکه شما در موضع دفاع باشید، حالا او در موضع دفاع از اتهام خودش قرار گرفته و این دقیقاً همون چیزیه که ماکیاولی ازش صحبت میکنه. اصل ماکیاولی و قدرت سکو. ماکیاولی به خوبی فهمیده بود که قدرت واقعی دست کسیه که چارچوب گفتگو رو تعیین میکنه، نه کسی که مدام در حال پاسخ دادن و توجیه کردنه. در یک بحث یا اتهام، چارچوب گفتگو یعنی چه کسی باید توضیح بده و چه کسی سوال بپرسه. وقتی
وقتی شما از خودتون دفاع میکنید، دارید ناخواسته به مهاجم این حق رو میدید که او سوال بپرسه و شما جواب بدید. این یعنی اون داره چارچوب رو مشخص میکنه و شما داری توی زمین بازی اون بازی میکنی با قواعدی که اون تعیین کرده. در این حالت مهاجم همیشه یک گام جلوتره، چون کنترل روایت رو در دست داره. اما وقتی شما دفاع نمیکنید، وقتی در برابر اتهامات آرام، بی‌تفاوت و بی‌نیاز به نظر میرسید، اتفاق بسیار مهمی میفته. شما به طور ناخودآگاه قدرت رو از مهاجم گرفته و کنترل روایت رو به دست میگیرید. در این حالت شما نیازی نمیبینید که به کسی جواب پس بدید. این عدم نیاز به توضیح دادن خودش یک نشانه قاطع از قدرت و اعتماد به نفسه. ماکیاولی معتقد بود که سکوت به خصوص در مواجهه با اتهامات یک ابزار قدرتمند برای افزایش هیمنه و جایگاه شماست. وقتی شما در برابر یک حمله کلامی سکوت میکنید، این سکوت شبیه یک آینه عمل میکنه که اتهام رو به سمت خود مهاجم بازتاب میده. حالا اون مجبور میشه در مورد خودش، نیتش و اعتبار حرفش فکر کنه. اطرافیان هم که شاهد این وضعیت هستند، در ذهن خودشون به این فکر میافتن چرا فلانی دفاع نکرد؟ آیا انقدر قوی و مطمئنه که نیازی به دفاع نمیبینه؟ این باعث میشه که در چشم همه اطرافیان شما قوی‌تر، بزرگتر و صاحب قدرت و احترام بیشتری بشی. این نوع قدرت یک قدرت پنهان و بی صداست که بسیار پایدارتر و تأثیرگذارتر از قدرت حاصل از فریاد زدن یا مجادله کردنه، چون این قدرت از درون شما نشأت میگیره و به تایید بیرونی نیازی نداره. این دقیقاً همون چیزیه که ماکیاولی ازش صحبت میکرد، قدرتی که از اعتماد به نفس و کنترل بر خویشتن نشأت میگیره، نه از کلمات و توجیهات. تاکتیک‌های ماکیاولیستی برای تغییر فوری قدرت: 1. سکوت استراتژیک و مکث معنادار. گاهی اوقات قدرتمندترین جواب هیچ جوابی نیست. سکوت ابزاری بسیار قدرتمندیه که میتونه مهاجم رو از پای در بیاره. به عنوان مثال، تصور کنید در یک جلسه مهم یکی از رقبای شما با لحنی کنایه‌ای آمیز و جلوی همه میگه فلانی اصلا تو این پروژه کار خاصی نکرده، کل زحمت روی دوش بقیه بود. واکنش غریزی اینه که سریع بپرید وسط و بگید نه من این کارو کردم، اون کارو کردم، فلان گزارش رو دادم. اما تاکتیک ماکیاولی اینه که فقط سکوت کنید. یک مکث طولانی و معنادار، با آرامش و خونسردی یک نگاه به مهاجم بیاندازید و بعد نگاهتون رو به بقیه جمع بدوزید. شاید یک لبخند بسیار کوتاه و نامحسوس روی لبتون بیاد که فقط گوشه‌های لبتون رو بالا ببره. همین، هیچ حرفی نزنید. اثر روانی این کار اینه که سکوت باعث میشه تمام نگاه‌ها به سمت مهاجم برگرده. همه کنجکاو میشن چرا فلانی چیزی نمیگه، چرا عصبانی نمیشه. این سکوت مهاجم رو در یک موقعیت بسیار ناخوشایند قرار میده. او دنبال یک واکنش از شما بود اما هیچی به دست نیاورد. حالا سنگینی اتهام روی خودش برمیگرده. او حس میکنه که باید بیشتر توضیح بده، باید حرفش رو اثبات کنه و هرچه بیشتر توضیح بده، احتمال اینکه ضعف منطقیش یا حتی نیت مخربش آشکار بشه بیشتره. سکوت شما نه تنها شما رو آرام و وقار نشون میده، بلکه مهاجم رو وادار به خود تخریب میکنه. 2. تغییر مسیر یا تغییر موضوع. به جای اینکه مستقیم وارد بازی مهاجم بشید و به اتهامش جواب بدید، موضوع رو عوض کنید یا بحث رو در یک چارچوب جدید قرار. به عنوان مثال، کسی به شما میگه تو همیشه دیر میکنی و وقت شناس نیستی. اگر بگی نه من دیر نمیکنم، امروز ترافیک بود یا دیروز زود اومدم، شما وارد بازی شدی. اما اگه با آرامش و اعتماد به نفس بگی بحث اصلی اینجا زمانبندی جلسات و بهینه‌سازی کاره. به نظرت چطور میتونیم جلسات رو بهتر مدیریت کنیم تا همه بتونیم کارآمدتر باشیم؟ اثر روانی این کار در واقع اینه که شما توپ رو از زمین خودت برداشتی و انداختی توی زمین مهاجم. حالا اون باید به سوال شما جواب بده و روی موضوعی بحث کنه که شما انتخاب کردی. شما با یک جمله تمام انرژی منفی اتهام رو به یک فرصت برای بحث سازنده یا تغییر جهت مکالمه تبدیل کردی. مهاجم که انتظار یک دفاع هیجانی رو داشت، حالا مجبور میشه دنبال شما بیاد. 3. سوال برگرداننده. به جای اینکه شما در موضع جواب دادن باشید، با پرسیدن یک سوال هوشمندانه و خونسردانه مهاجم رو به موضع دفاع بکشید. به عنوان مثال، همون همکار قبلی میگه تو مسئول اصلی این اشتباه بودی و شرکت ضرر کرده. به جای دفاع، تو خیلی خونسرد با نگاهی ثابت میگی میتونی دقیقاً توضیح بدی کجای این فرایند نقش من باعث این اشتباه شد و چه مستنداتی برای حرفت داری؟ یا چطور به این نتیجه رسیدی؟ آیا همه جوانب رو در نظر گرفتی؟ با این سوال شما بار اثبات رو از دوش خودت برمیداری و روی دوش مهاجم میندازی. حالا اون باید برای حرفش مدرک بیاره، باید دفاع کنه و هرچی بیشتر در مورد اتهامش توضیح بده، احتمال اینکه ضعف‌ها و ایرادات حرفش برملا بشه بیشتره. این یعنی جایگاه قدرت به طور کامل عوض شد. حالا شما سوال میپرسی و اون باید جواب بده. 4. تمسخر ظریف یا کنایه ملایم. این تاکتیک نیاز به ظرافت خاصی داره که به هیچ وجه حالت عصبانیت یا پرخاشگری نداشته باشه. با یک لبخند کمرنگ و یک کنایه ملایم کل حمله رو خنثی کنید. به عنوان مثال، کسی به شما میگه تو اصلاً صلاحیت نداری این کارو انجام بدی. به جای بحث کردن میتونی با لبخند و لحنی آرام جواب بدی چه جالب، پس تو کارشناس همه امور هستی و من خبر نداشتم. یا حتی فقط بخندی و بگی جدی میگی؟ ممنون که مطلعم کردی. این نوع واکنش کل حمله رو بی اثر میکنه.
مهاجم انتظار داشت شما عصبانی بشید یا دفاع کنید، اما با یک پاسخ غیر منتظره و بی‌تفاوت مواجه میشه. این باعث میشه او احساس حماقت کنه و حملش کاملا خنثی بشه، چون شما بهش اجازه ندادید روی احساسات تأثیر بگذاره. این مثل یک گارد دفاعیه که هر ضربه‌ای رو به سمت خالیگاه مهاجم برمیگردونه. 5. بی‌تفاوتی کامل و ادامه دادن مسیر. گاهی اوقات بهترین راه اینه که وانمود کنید اتهام حتی ارزش توجه و شنیدن هم نداره. مثلا در راهروی آدره یکی از همکاران با صدای بلند و لحنی طعنه‌آمیز میگه فلانی این کارو که دیروز خراب کردی واقعا جای تعجبه. به جای اینکه بایستید و بحث کنید، شما با خونسردی کامل بدون اینکه حتی به اون نگاه کنید، لیوان آب خودتون رو برمی‌دارید، یک جرعه می‌نوشید و به مسیر خودتون ادامه میدید. شاید فقط سرتون رو کمی تکون بدید انگار که حرفی بی اهمیت شنیدید. این رفتار یک پیام بسیار قدرتمند داره. حرف تو برای من اونقدر مهم نیست که وقتمو تلف کنم و بهش واکنش نشون بدم. این بی‌تفاوتی مطلق مهاجم رو به شدت میسوزونه و آزار میده، چون او به دنبال جلب توجه، خشم و واکنش شما بود. اما هیچی گیرش نیامد. این حس نادیده گرفته شدن برای مهاجم بسیار سخت‌تر از هر دفاعی است. این تاکتیک شما رو در اوج آرامش و قدرت نشون میده. در پایان اجازه بدید نکات اصلی رو برای همیشه در ذهنتون حک کنم. دفاع از خود معمولاً یک نشانه ضعف است. وقتی شما دفاع میکنید به مهاجم اعتبار میبخشید و خودتون رو در موضع نیاز به اثبات قرار میدید. این یعنی قدرت رو به او واگذار کردید. ماکیاولی میگوید قدرت واقعی دست کسی است که نیازی به دفاع ندارد. این عدم نیاز نشانه ای از اعتماد به نفس درونی و کنترل بر خویشتن که شما رو در چشم دیگران مقتدرتر میکنه. به جای دفاع از ابزارهای هوشمندانه استفاده کنید. به جای اینکه وارد بازی مهاجم بشید، از تاکتیک‌هایی مثل سکوت استراتژیک و مکث معنادار برای ایجاد ابهام و برگرداندن بار اثبات استفاده کنید. از تغییر مسیر بحث برای کنترل روایت و تغییر چارچوب مکالمه بهره ببرید. با سوالات برگرداننده مهاجم رو به موضع دفاع بکشید و در نهایت با تمسخر ظریف یا بی‌تفاوتی کامل حمله رو خنثی کرده و مهاجم رو از جلب واکنش محروم کنید. و نکته طلایی ماکیاولی که باید همیشه به خاطر بسپاری اینه: هدف ماکیاولی این نیست که در یک بحث پیروز بشی. هدف اینه که اصلا اجازه ندی بحثی شروع بشه یا اون رو قبل از اینکه به اوج برسه به پایان برسونی. قدرت واقعی اینه که نیازی به دفاع از خودت نداشته باشی. این آزادی از نیاز به تایید عمومی شما رو به یک نیروی شکست ناپذیر تبدیل می‌کند. نوبت شماست. آخرین باری که کسی به شما اتهام زد یا از شما انتقاد کرد، چطور واکنش نشان دادید؟ آیا غریزی دفاع کردید یا توانستید سکوت و آرامش خودتون رو حفظ کنید؟ تجربه‌های شما میتونه برای بقیه درس‌های ارزشمندی داشته باشه. نظرتون رو صادقانه برام توی بخش کامنت ها بنویسید. اگه این ویدیو برای شما مفید بود، لطفاً لایکش کنید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم از دست ندید، چون در ویدیوهای آینده سراغ استراتژی‌های عمیق‌تر و جذاب‌تر قدرت، نفوذ و موفقیت میریم. تا ویدیوی بعدی همیشه قدرتمند و باور